سلام به فیلم پلاسیای دوست داشتنی، خیلی خوش اومدید. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم که راجع به امینم و دیسترک‌های سنگینی که با آرتیست‌های مختلف داده و زده ناکارشون کرده صحبت کنم. البته قبلش ازتون میخوام که چنل رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید که جزو اولین نفراتی باشین که ویدیوهای ما رو میبینید. پشه لعنتی کشتمش. خب آره خلاصه سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید و که جزو اولین نفراتی باشید که ویدیوهای ما رو میبینه. Let's go. خب تا الان مطمئنم امینم رو میشناسین و خیلیاتون هم طرفدارشین، از جمله خودم. ولی تا حالا کسی اسم واقعیش رو بهتون گفته؟ مارشال بروس ماترز سوم، معروف به امینم، متولد 25 مهر 1351 توی سن جوزف آمریکاست. نه بابای من بزرگتره. اون از بچگی به موسیقی علاقه داشت و توی جوونیش هم شروع به نوشتن و اجرای موزیک‌های رپ کرد. امینم توی دیترویت بزرگ شد. از همون اول عاشق رپ بود و توی کلوب‌های محلی اجرا می‌کرد و توی مسابقات زیرزمینی هم شرکت می‌کرد. سال 1996 بود که یه آلبوم مستقل به نام اینفینیت منتشر کرد که خیلی موفق نشد. ولی همین باعث شد که دکتر دری عزیز بهش توجه کنه. دکتر دری که میشناسید، یکی از تهیه کننده‌ها و رپرهای بزرگه. دوکی وقتی دموی امینم رو شنید فوراً باش تلفن کرد و قرار همکاری گذاشت. بعد این شروع همکاری، امینم سال 1999 اولین آلبوم بزرگش رو با نام The Slim Shady LP با کمک دوکی منتشر کرد. این آلبوم یه موفقیت بزرگ بود و حتی جایزه گرمی هم برد. از همون موقع به بعد امینم با انتشار آلبوم‌های موفق دیگه‌ای مثل The Marshall Mathers LP و The Eminem Show به یکی از بزرگترین رپرهای دنیا تبدیل شد و به شهرت جهانی رسید. دوکی هم همیشه یکی از پشتیبان‌های بزرگش باقی موند. اصلا قلب پاک یعنی همین. اوکی، حالا بریم سراغ موضوع اصلی ویدیو، دیسترک‌های سنگین امینم. اولین دیسترک امینم آهنگ The Real Slim Shady از LP The Marshall Mathers. LP میشه همون لانگ پلی. از این آلبوم هستن که 20 ترک دارن. بگذاریم. این آهنگ یکی از مشهورترین آهنگ‌های امینمه که تو سال 2000 منتشر شد. یه جورایی این آهنگ طنز اجتماعی بود که امینم توش به خیلی از سلبریتی‌ها و شخصیت‌های معروف کنایه میزنه. توی این ترک امینم به بریتنی اسپیرز، کریستینا آگیلرا، ویل اسمیث و حتی خودش هم گیر میده. چرا؟ این کنایه‌ها بیشتر برای نشون دادن سطحی بودن و ساختگی بودن فرهنگ پاپ بود. امینم می‌خواست بگه که چطور رسانه‌ها و مردم از سلبریتی‌ها که تصویر غیر واقعی می‌سازن و چقدر همه چیز توی این دنیای پاپ مصنوعی و نمایشی شده. البته این آهنگ بیشتر به یه جور شوخی نزدیک بود تا یه بیف واقعی. کسی خیلی ازش ناراحت نشد و بیشتر همه به چشم طنز بهش نگاه کردن. این ترک باعث شد که امینم بیشتر توی چشم بیاد و به شهرتش اضافه شه. میرسیم به دیسترک دوم، کیل شات. داستان کیل شات از اونجایی شروع شد که MGK یا همون ماشین گان کلی توی سال 2012 یه توییت به دختر امینم هیلی که اون موقع 16 سالش بود میزنه و میگه که خیلی خوشگله. مردی که پدافیل. این حرف MGK رو توی چشم امینم بدجور بد کرد. سالها بعد کلی توی یه آهنگ به اسم رپ دویل به امینم دیس داد و گفت که امینم جلوی پیشرفتشو گرفته و دیگه پیر شده و باید بازنشسته بشه. تو خیلی خوبی پدرسگ. امینم هم با کیل شات جوابش رو داد و حسابی هم بهش تاخت. توی این ترک امینم میگه که MGK اصلا در حدش نیست و کلی هم ازش انتقاد میکنه. این ترک نشون داد که امینم هنوز هم توی جواب دادن به دیس ها دست بالا رو داره. حالا چه اتفاقی برای MGK افتاد؟ یه بلایی سرش بدبخت شد رفت. بعد از این دیسترک MGK کلاً بیشتر سمت راک رفت و تو رپ کمتر دیده شد. امینم هم همچنان توی رپ موند و موفقم شد. این بیف بیشتر باعث شد که MGK مسیر حرفه‌ایش رو تغییر بده و به جای رپ بیشتر سمت راک و پاپ راک بره. دیسترک سوم، The Warning. داستان The Warning از اونجا شروع شد که امینم ادعا می‌کرد که با ماریا کری یه رابطه داشته. ماریا هم این ادعا رو توی چندین مصاحبه رد کرد و حتی توی آهنگ Obsessed به امینم کنایه میزد و گفت که امینم بهش علاقه داره و داره تعقیبش میکنه. امینم هم با این ترک بهش جواب داد و تهدید کرد که اطلاعات بیشتری از رابطه‌شون رو فاش میکنه. تو این آهنگ امینم ماریا رو به دروغگویی متهم میکنه و میگه که اگه ادامه بده عکس‌ها و پیام‌های بیشتری از رابطه‌شون رو منتشر میکنه. امینم توی این ترک میگه که همه چیز رو مستند داره و میتونه نشون بده که ماریا کری داره دروغ میگه. ماریا هم نیک کانن بعد از این دیسترک دیگه جواب امینم رو ندادن و بیف به همونجا ختم شد. امینم با این ترک نشون داد که بهتره باش در نیافتن، چون حاضر بود هر چی لازم باشه رو برای دفاع از خودش انجام بده. میرسیم به دیسترک بعدی، فریستایل کویدر یا هیت هم آپ. داستان از این قراره که اورلاست، یکی از رپرهای گروه هاوس آف پینت، تو یکی از آهنگاش به امینم کنایه زد و گفت که امینم بهش بی‌احترامی کرده. این موضوع باعث شد که ام عصبانی بشه و تصمیم بگیره جوابش رو بده.
امینم اول یه دیسترک به نام I Remember منتشر کرد ولی اورلست باز بهش جواب داد و دیسش کرد. امینم هم دوباره با فریستایل کویرر بهش جواب داد. توی این ترک امینم میگه که اورلست هیچ جایگاهی توی رپ نداره و فقط میخواد که از شهرت امینم استفاده کنه. امینم همچنین باز به مشکلات شخصی اورلست اشاره میکنه و اون رو به شدت تحقیر میکنه. اورلست بعد از این بیف خیلی کمتر توی رپ فعالیت کرد و بیشتر سمت راک و بلوز رفت. خدا شاهده میبینی تا الان هر کی بهش دیس داده زده ناکارش کرده رپ خدافظی کرده داشت دیگه برو. البته این داستان تموم نشد. اورلست دوباره بعد از اختلافات اولیه امینم رو دیس کرد. توی یکی از آهنگاش به امینم کنایه زد و امینم هم تصمیم گرفت که دوباره جوابش رو بده. توی این ترک امینم به یادآوری اختلافات گذشته و پاسخ به انتقادات اورلست پرداخت و اون رو به شدت مورد حمله قرار داد. دوباره گفت که اورلست هیچ جایگاهی توی رپ نداره و فقط میخواد از شهرت امینم استفاده کنه. امینم همچنین دوباره به مشکلات شخصی اورلست اشاره میکنه و اونو بازم به شدت تغییر میکنه و خودتون میدونین دیگه چه بلایی سر اورلست اومد. دیگه نتونست عین قدیم توی رپ بدرخشه. میرسیم به دیسترک بعدی، هیلیز ریونج. داستان ناموسی شد آقا، بشینین گوش بدیم ببینیم چی میشه. امینم برای جواب دادن به یورول ترک دوریمی یا همون هیلیز ریونج رو ساخت. توی این آهنگ امینم از دخترش هیلی دفاع کرد و گفت که یورول نباید پای خانواده‌اش رو وسط بکشه. داداش گورتو کندی. این آهنگ یه جور واکنش شدید به توهین‌های یورول بود. امینم توی این ترک به همراه اعضای گروه دی 12 به یورول حمله کرد و بهش میگه که چرا داره به خانواده‌اش در میفته. داداش چرا؟ امینم میگه که حمله به خانواده‌اش خط قرمزشه و کسی نباید این کارو بکنه. ترک پر از اشارات به نقطه ضعف یورول و مشکلاتش توی دنیای رپه. همچنین امپ توی این ترک این اشاره میکنه که یورول داره از شهرت و قدرت 50 سنت میترسه و به جای مواجهه مستقیم با اون داره به امینم حمله میکنه. بعد از این قضایا یورول همچنین مثل بنزینو و ام جی کی و اورلست کم کم از صحنه رپ محو شد و دیگه نتونست موفقیت‌های قبلیش رو تکرار کنه. امینم با این ترک نشون داد که هیچ کس نباید پای خانواده‌اش رو وسط بکشه و این بیف به نفع امینم تموم شد. طبق معمول این ترک یکی از دیسترک های قوی و تاثیرگذار ام بود که باعث شد یورول از نظر حرفه‌ای ضربه شدید بخوره. میرسیم به دیسترک بعدی، کنابیس. یکی از رپرهایی بود که همیشه خدا با امینم مشکل داشت. کنابیس توی مصاحبه ها و آهنگاش به امینم حمله کرد و گفت که امینم هیچ استعدادی نداره و فقط به خاطر حمایت‌های دکتر دری موفق شده. کن حتی توی یکی از آهنگاش به اسم You Didn't Care امینم رو به چالش کشید و گفت که امینم بهش احترام نذاشته. هم تصمیم گرفت که جوابش رو بده و ترک کنابیس منتشر کرد. اگه دقت کنید اسم این آهنگ با اسم خود کنابیس خیلی تشابه داره. توی این ترک امینم به شدت کنابیس رو دست انداخت و گفت که کنابیس هیچ استعدادی نداره و فقط داره حسادت میکنه. جدی همشون از همون اولم به امینم حسادت میکردن. به مشکلات و ضعف‌های کنابیس اشاره میکنه و اون رو به چالش میکشه. امینم میگه که کنابیس داره سعی میکنه با حمله به امینم مشهور بشه ولی موفق نمیشه. کنابیس هم همچنان مثل ام جی کی و بنزینو و اورلست و اون یکی کی بود؟ همین بود دیگه. آره، از صحنه روزگار محو شد و نتونست جایگاه قبلیش رو به دست بیاره. با این ترک نشون داد که کسی نمیتونه باهاش در بیفته و بی جواب بمونه. این دیسترک باعث شد که کنابیس از صحنه رپ محو بشه و توی دنیای رپ دیگه خیلی دیده نشه. خب خیلی ازتون ممنونم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. امیدوارم که این ویدیو بهتون حال داده باشه و لذت کافی رو برده باشید. ازتون میخوام که این ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید که ثباتون نریزه و بهم بگید که کدوم یکی از دیسترک ها و ترک های امینم رو دوست داشتید. راستی یه ویدیویی گذاشتیم مربوط به جاستین و هیلی بیبر. اتفاقات قشنگی افتاده که ممکنه ازش خوشتون بیاد. با فیلم پلاس میبینمتون.